همگی خیلی خوش اومدیم به چنل من. خیلی خوشحالم که دوباره اینجاییم و اینکه اومدم امروز یک چند تا کلمه براتون آوردم که چند تا معنی دارن. اومدم امروز اینا رو بهتون بگم. دیگه خیلی کاربردی ان. هر کاربردی که معنیش حفظ کنید خب خیلی بهتره، چون مثلا توی یه متنی یا توی یک جمله‌ای بخواید معنی کنید خیلی به دردتون میخوره. اولی که به جمله نگاه میکنید، بعد ببینید خب آقا این اگه فعله مثلا این معنی این دوتا فعل داشت، یک دونه اسم بود، سریع جایگزینش کنید ببینید کدوم بیشتر بهش میخوره. و اینکه یا توی یه متنی دیدید معنی کنید چند تا چه معنی داره، ولی خب باز بستگی به جمله داره که چه از کجا اینو بیارن. و دیگه چند تا کلمه رو امروز براتون آوردم با چند تا معنی هاشون. خیلی زیادن این کلمه ها، حتی میبینید یک کلمه 50 تا معنی داره. حالا بیایید به این توضیحشون بدیم ببینیم چیه. اوکی. فن، پنکه، طرفدار، باد زدن. فن، نگاه کنید یک فعل باد زدن، خب یک ورب دو تا نونه. حواسمون باشه که اینو توی یک جمله دیدم، اول باید اینکه باید به نوع جمله نگاه کنم، بقیه جمله رو معنی کنم، ببینم این معنیش حالا چی میشه که بعد استفاده میکنیم. مثلا فایر، اخراج کردن، شلیک کردن، آتش. دو تا ورب، یک نونه، دو تا فعل، یه اسمه. حواستون به اینا باشه، خیلی حواستون، یعنی اینو هر جا دیدین، فایر رو هر جا دیدین به معنی آتش معنی نکنید یا فقط به معنی اخراج کردن معنی نکنید. میبینید که چند تا معنی داره. سینگ، علامت یا نشانه. و امضا کردن که بازم یک فعله. پارک کردن ماشین. پارکی که مثلا نگاه کنید منظور از این پارکی که چه بوستان یا همون جایی که بچه‌ها میرن بازی میکنن. یه پارک دیگه هم معنیش اینه که پارک کردن ماشینه، حالا هر جایی پارکش کنید. نیل که اینو بیشتری با ناخن میشناسنش. یه معنی دیگه هم داره، معنی میخ. دو تا معنی داره و اینکه حواستون باشه پس به معنیاشم. اوکی دیگه همین نبودش. آره 643 آیدی من تو اینستاگرام هستش، هر سوال داشته باشی اینجا میتونی از من بپرسی، من پاسخگوی سوالاتتون هستم، چه در سطح پایین‌تر چه در این سطح و چه در سطح‌های بالاتر. لایک ویدیو، سابسکرایب یادتون نره، هر نظری دارید تو کامنت‌ها بهم بگو. و اینکه thanks for watching، خیلی ممنونم که تا اینجا نگاه کردید. زبان رو هم تکرار کنید همینطوری یادتون نره حتما. اوکی بای بای.